در اینجا که ما و شما نشستیم نه سرباز ناتو وجود داره در کشور ما، نه نیروی آمریکایی وجود داره و دشمن تلاش میکنه که افغانستان چند تکه و پاره پاره و درگیر منازعات مختلف هویتی بسازد. ما در یک جهش تاریخی قرار داریم و نبردهای سخت افزاری و پایان رسیده، اما جنگ نرم کماکان پرشدت پردامنه جریان داره. بستگی به ما داره که چطور از این ظرفیت برای تقویت وحدت ملی خود، برای توسعه اخوت اسلامی خود مدد بگیریم و استفاده بکنیم. سلطه سوم سلطه فرامدرن یا فرانو هست که در او نه سرزمین اشغال میشه و نه حاکمان یک کشور وابسته میشه، بلکه از طریق امپراتوری رسانه‌ای اذهان عمومی و افکار عمومی و اندیشه ها مورد تاراج و غارت قرار میگیره و از همین منظر است که امروزه ما شاهد جنگ ترکیبی، جنگ نرم، جنگ روایتگری و جنگ هوشمند در معادلات کلان بین الملل هستیم و هدف سلطه سوم یا جنگ نرم و جنگ روایتگری است که وحدت ملی و اخوت اسلامی در کشورهای اسلامی دچار فروپاشی از درون شود و این دلیل است که اهمیت این گونه همایش‌ها مورد توجه و دقت نظر قرار می‌گیرد. افغانستان از جمله کشورهایی هست که با جنگ نرم در وجوه مختلف مواجه است. درست است که جنگ نظامی و اهداف ژئوپلیتیک قدرت‌ها مثل نماز یک فریضه هست و همه ما مکلف هستیم که این را در سطوح مختلف اجتماعی نهادینه بسازیم، تقویت کنیم و توسعه ببخشیم و نبردهای سخت افزاری و پایان رسیده، اما جنگ نرم کماکان پرشدت پردامنه جریان داره و هدفش هم است که اخوت اسلامی و وحدت ملی را در افغانستان با چالش ساختاری و جوهری فرو بسازد. بر این اساس است که فرایند تخریب، وحدت و همزیستی مسالمت آمیز در افغانستان بیش از هر زمان دیگر حایز اهمیت است. در پرتو نبوت، قرآن، توحید و منافع ملی همه ما و شما مسئولیت داریم که فرایند تقریب و همزیستی اجتماعی را در افغانستان توسعه ببخشیم، ساختارمند بسازیم و نهادینه بسازیم، هم بر اساس عقل و منطق و هم بر اساس دستورات دینی. این مکلفیت و این مسئولیت متوجه همه و خصوص علمای بزرگوار و استادان دانشگاه می باشد. اگر یک مثال را به خدمت شما ارائه بکنم، از قطرات باران و به هم پیوستن جویهای کوچک رودخانه عظیم به وجود می آید. انسان ها هم چنین فرآیند را می تواند طی بکنه. یعنی اگر ما کنار هم قرار گرفتیم باز می توانیم به یک دریای خروشان تبدیل شویم که پشت هر دشمنی ستمگر را خواهد لرزاند. آنچه که امروزه در سطوح امت اسلامی مشاهده پذیر است دقیقاً همین نقطه آسیب پذیر و ضعف راهبردی هست که ما از او رنج میبریم. ورنه یک دشمن غاصب و ستمگری مثل اسرائیل در غزه و لبنان اینقدر ستم و جفا روا نمی داشت و اینقدر کودک کشی نمی کرد.
مایه و شالوده این ضعف استراتژیک و راهبردی شقاق و نفاق میان امت اسلامی است. و این دلیل است که در افغانستان هم اگر ما بخواهیم به اهداف منطق توجه و اهتمام نظر داشته باشیم، یک افغانستان قوی، متحد، یک پارچه، آزاد و آباد تنها در پرتو تقویت اخوت اسلامی و وحدت ملی میتونه قابل تحقق باشد. در غیر از این صورت باز هم دشمن از نفاق و شقاق استفاده خواهد کرد و یک بار دیگر هندسه قدرت سیاسی را در افغانستان با چالش ساختاری روبرو خواهد ساخت. در واقع وحدت و تعبیر گفتمانی امو دال مرکزی و نشانه ای است که سایر موضوعات پیرامون آن و در حول آن نظم پیدا می کند. اگر وحدت نباشد نه اقتصاد پیشرفت می کند، نه امنیت به وجود می آید و نه ثبات سیاسی و صلح پایدار و توسعه پایدار تامین خواهد شد. از این منظر است که این سمینار میتونه یک نقطه آغاز مهم برای فرایندهای کلان و راهبردی تلقی و تفسیر شود و جا داره که من یک بار دیگر از ریاست محترم دانشگاه المصطفی و رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران تشکر و قدردانی بکنم که در چنین شرایط حساس زمینه برگزاری این نشست را فراهم آوردند. همونطور که من پیشتر اشاره کردم، وحدت نه یک امر تاکتیکی هست و نه یک امر معطوف به استراتژی، بلکه یک دستور قرآنی هست، یک فریضه هست، مثل سایر فرایندهایی که میتونه به عنوان دستورات دینی مطمح نظر قرار بگیرد. یعنی اینطور نیست که ما بگوییم یک تاکتیک است به خاطر که ما بتانیم بر فلان دشمن در این شرایط پیروز شویم، یا یک استراتژی هست و دوستانی که علوم سیاسی خواندن بحث استراتژی و تاکتیک را میفهمند، من توضیح نمیدم، بلکه فراتر از او مثل نماز یک فریضه هست و همه ما مکلف هستیم که این را در سطوح مختلف اجتماعی نهادینه بسازیم، تقویت کنیم و توسعه ببخشیم. سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کنی استعمار به یاد همه ما و شما هست و در حال حاضر با مکانیزم ها و سازوکارهای جدید این سیاست دنبال میشه، نه تنها در افغانستان، در تمام کشورهای اسلامی. تجزیه امپراتوری عثمانی بزرگترین درسی هست برای امت اسلامی، ما باید از او بیاموزیم، وگرنه هر کشوری با سرنوشت امپراتوری عثمانی مواجه خواهد شد. نظریه کوچکسازی افغانستان و نظریه جلوگیری از رشد افغانستان دقیقاً معطوف به چنین سیاست می باشد و دشمن تلاش میکنه که افغانستان چند تکه و پاره پاره و درگیر منازعات مختلف هویتی بسازد و این سیاست مال امروز نیست، از گذشته های دور جریان داشته و نتیجه هم داده. و این دلیل است که ما به هر میزانی که از بصیرت سیاسی و فرایند ملی خود بهره برداری بکنیم، به همون میزان میتونیم یک کشور مستقل، مقتدر، آزاد و آباد داشته باشیم. دو راه برای اقتدار افغانستان به صورت خلاصه وجود دارد، یکی حفظ وحدت، حفظ استقلال. با همه مشکلاتی که ما داریم، ما نباید فراموش کنیم که از نظر تاریخی در یک شرایط حساس و راهبردی به سر میبریم. ما در یک جهش تاریخی قرار داریم از منظر سیاسی. امروزه در اینجا که ما و شما نشستیم، نه سرباز ناتو وجود داره در کشور ما، نه نیروی آمریکایی وجود داره، نه آیساف وجود داره و نه سرباز کدام کشور خارجی دیگه. خودش یک ظرفیت است برای ما. بستگی به ما داره که چطور از این ظرفیت برای تقویت وحدت ملی خود، برای توسعه اخوت اسلامی خود مدد بگیریم و استفاده بکنیم. بنابراین حفظ وحدت و حفظ استقلال
دو تا متغیر تاثیرگذار برای پیشرفت، بازسازی و نوسازی افغانستان ارزیابی و سنجش میشه. بیش از این وقت شریف شما را نمیگیرم، از توجه شما تشکر میکنم و سلام.